بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم از نعمت صحت و عافیت و تندرستی و شادکامی بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه باز هم مهمان شما عزیزان خواهیم بود. با اجازه شما سروران، خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس دائمی برنامه، هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم. تشکر جناب استاد. خوشحالیم که بعد از غیبت 2 هفته شما را باز دوباره در استودیوی برنامه بازسازی اندیشه میبینم. تشکر، جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز و گرامی، البته در این هفته با موضوع تازه‌ای در خدمت شما عزیزان قرار داریم که این موضوع شاید طی چند قسمت ادامه پیدا کند و موضوع این برنامه سری برنامه‌های بازسازی اندیشه شناخت دعوت به مسیحیت یا با نصرانیت است و انشاءالله طی چند برنامه می خواهیم در رابطه با شناخت با دین مسیحیت و با شیوه های دعوتگران به دین مسیحیت و نصرانیت بپردازیم و از حقایق پشت پرده که امروز متاسفانه برخی کسانی که از دین خود آگاهی ندارند فریب عده از دعوتگران به مسیحیت را خوردند و از دایره دین اسلام به شکل از اشکال خارج شدند. البته شکی نیست که از آغاز بعثت پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همواره دشمنان آخرین دین برحق، دین اسلام همواره تلاش کردند تا ضربات بر این دین وارد کنند و موانع بر سر راه دعوت به اسلام ایجاد کنند و یکی از ادیان یا پیروان دینی که خواستند در برابر دعوت اسلامی صد واقع شوند و موانع ایجاد کنند و نگذارند که دعوت اسلامی به سراسر کره خاکی امتداد و گسترش پیدا کنه، نصرانی ها و مسیحی ها هستند که ما اینجا از روی مجاز با آنها مسیحی و نصرانی میگیم و الا اینها پیروان برحق حضرت مسیح، حضرت عیسی علیه السلام نیستند و مدعیان اتباع دین مسیحیت بیش نمی باشند. خب عزیزان گرامی، در این برنامه ابتدا به تعریف دعوت به نصرانیت می پردازیم و همچنین از برخی شیوه ها و وسایل و ابزاری که دعوتگران به مسیحیت از آن برای
بیرون کردن برخی انسان ها از دین برحق اسلام استفاده میکنند و یا حتی از ادیان دیگر به سوی مسیحیت آنها را میکشانند پرده برداریم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، ابتدا اگر تعریفی داشته باشیم از جریان تبشیر که به اصطلاح تبشیر میگن و در حقیقت این است تبشیر دور است، تبشیر بشارت است، مژده است و کسی که وارد دین مسیحیت، دین تعریف شده مسیحیت میشه، در حقیقت خود را به فلاکت و بدبختی و نکبت انداخته، نه به بشارت و مژده که البته بزرگترین بشارت و مژده دخول به بهشت و دخول به جنت و کسب رضایت الله تعالی است. اگر ابتدا تعریفی داشته باشین از نصرانیت ممنون و متشکر خواهم شد. جزاکم الله خیر. جناب استاد، حقیقت امریه که وقتی ما بحث نصرانیت مطرح میکنیم که در ضمن آن مسئله تنصیر و یا تبشیر و این مسائل مطرح میشه، اولا خود نصرانیت حقیقتا اگرچه شما هم اشاره کردین به این که اینها به هیچ عنوان نمیتونن مسیحی باشن، چون مادامی که ما مسیحی میگین به این معنا که اینها یعنی پیروان واقعی حضرت عیسی علیه السلام هستند و این حقیقتا با آنچه که ما از اینها شناخته داریم و کتاب مقدسی که امروز در دسترس ماست هیچ سنخیتی و هیچ ارتباطی با عیسی علیه السلام نداره، بلکه خیلی ها عیسی علیه السلام در یک وادی است و اینها در وادی دیگره و به هیچ عنوان نمیتونن اینها مسیحی باشن. به هر حال اگر نصرانی بگیم، نصرانی میگن به اینها و در قرآن کریم هم لفظ مسیحی نیامده که به اینها مسیحی استفاده بشه، بلکه آمده که نصرانی، یا آمده مثلا ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مثلا با عنوان مثال این آیه را اشاره کردم، وگرنه در قرآن کریم در هر جا اینها رو نصارا میگه و نصارا ارتباط میگیره به ناصره. ناصره شهریه در الخلیل الجلیل که حقیقتا در اونجا جایی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمده. ناصره جایی هست که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمده. بنابراین این کسانی که خودشان را پیروان عیسی علیه السلام میگن، اینها خودشان را منسوب میکنن به عیسی علیه السلام، منسوب میکنن به عیسی علیه السلام و منسوب میکنن به همان شهری که عیسی علیه السلام در آنجا به دنیا آمده. به این واسطه به اینها نصرانی میگن یا نصارا میگن. اما در باب تنصیر یا تبشیر، اینها خب وسایل دعویه که اینها استفاده میکنن. تبشیر چنانچه شما اشاره کردین مژده دادن و بشارت دادن که حقیقتا از بشارت خیلی دوره، و تنصیر هم نصرانی ساختن مردم. نصرانی ساختن مردم، اینها حقیقتا میشه گفت که معنای لغوی و اصطلاحی که با هم اینها را بپیچانیم، خواسته باشیم در چند جمله آنها را کوتاه بکنیم، فکر میکنم همین مقدار کفایت بکنه. خب جناب استاد فاتح گرامی، حال شاید کسی سوال کنه که مانند این که مسلمان ها دین اسلام و دعوتگران اسلامی حق دارند که مردم انسانیت را، بشریت را به طرف دین خود، به طرف دین اسلام دعوت بکنن و اونها را از بدبختی و شقاوت نجات بدهند، خب طرف مقابل تبشیری ها یا خب اصطلاح میگیم از روی مجاز که تبشیر، اونها چرا حق ندارند که مردم انسانیت به طرف دینشان، خواه آره دین برحق باشه یا ناحق، دعوت بکنن؟ حق مسلم ماست، میگه ما هم حق داریم که بشریت از لادینی و از بیدینی نجات بدیم و به طرف دین خود دعوت بکنیم. آیا این حق اصلا دارن؟ یعنی هدف این است که آیا در کتاب مثل که در قرآن مسلمانان دستور داده شده اند که غیر مسلمان ها را به دین اسلام دعوت کنند، آیا نصرانی ها یا مسیحی ها برایشان این حق داده شده از خلال کتاب مقدسشان که اینها غیر مسیحی ها را به دین مسیحیت دعوت بکنند؟ جناب استاد، حقیقت امریه که ما هر دینی را که خواسته باشیم بشناسیم باید به نصوص آن مراجعه بکنیم. بله. به نصوصی که در آن دین قابل ارزش و قابل اعتباره.
اگر ما خواسته باشیم به کتاب مقدس مراجعه بکنین، چی در عهد قدیم و چی در عهد جدید، نه یهودیت و نه نصرانیت، هیچ کدام اینها ادیانی نیستند که جهانی باشند که دیگران را دعوت بکنن به سوی دین خودشان. به چی دلیل؟ دلایل در کتاب‌های خودشان موجوده. مثلا اگر ما خواسته باشیم از یهودیت شروع بکنیم، مثلا برمیگردیم به عهد قدیم و اما در اسلام ما که بعدا ان شاء الله اینها را نشان میدم، اما بعد از این مقدمه، اما در اسلام عزیز چنانچه در نصوص شرعی و نصوص اسلامی، حقیقتا اسلام که همانا قرآن کریم هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ما به وفور میبینیم که قرآن کریم بیان میکنه که اسلام دینی است جهانی و باید دیگران به سوی اسلام دعوت شوند. خود قرآن میگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این فرستاده شدن که لیظهره علی الدین کله. الله سبحانه و تعالی این دین به تماما برای همه ادیان قوت بده و برتری بده و بر همه این را پیروز بگردانه. این حقیقتا نصوص شرعی قرآن هست، نصوص شرعی که در دین اسلام وجود داره که دلالت بر این میکنه که دین اسلام دین جهانی هست که اگر خواسته باشیم از یهودیت شروع میکنیم یا خواسته باشین از اسلام شروع بکنین، از هر کدام اینها که شروع بکنین، اینجا نصوص هر کدام پیش ما هست که کدام یکی حق داره که دیگران را دعوت بکنه. خب چه بهتر است مثلا ما از اسلام شروع کنیم تا اگر مسیحیان، اگر نصرانی های برنامه را مشاهده میکنن که حتما مشاهده میکنن، اونها به این پی ببرن که مسلمان ها مکلف هستند و دستور داده شدن از خلال کتابشان. الله تعالی در آیات مختلف مسلمان ها را دستور داده تا غیر مسلمان ها را از بدبختی نجات بدن و به طرف دین اسلام دعوت بکنن. ابتدا میم از قرآن شروع میکنیم که آیا آیات دلالت به این میکنه یا نه. بعدش میریم به کتاب مقدس ببینیم که در کتاب مقدس اونها چی دستور داره. شروع کنین استاد. بسیار خوب جناب استاد، اول از قرآن کریم شروع میکنین، چون قرآن کریم گفتیم که مرجع بزرگ است برای ما مسلمان ها و مرجع اصلی است برای ما مسلمان ها. این قرآن کریم هست و میتونن که عزیزان ببینن. این قرآن کریم هست، خب معروفه، مشهوره و در هر جایی هم که بریم جناب استاد قرآن کریم در هر جای دنیا کسی نمیتونه به لفظ غیر از قرآن کریم یا قرآن مجید، قرآن است. قرآن یک قرآن است. اینجا جناب استاد این سوره مبارکه سوره اعراف، جزء سوم، صفحه اخیر از جزء سوم، آیت 85 سوره مبارکه حقیقتا آل عمران هست که در اینجا الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. یعنی چی؟ و من یبتغی غیر الاسلام، هر کس که غیر از اسلام دین دیگری را بپذیره و قبول بکنه و دنبال دین دیگری باشه، فلن یقبل منه، هرگز از اون پذیرفته نمیشه، و هو فی الاخره من الخاسرین، و او در آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. یک آیه دیگه هم از قرآن کریم جناب استاد نشان میدم، آیت 158 سوره مبارکه اعراف که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اعراف آیت 158 چی میگه؟ بله. در اینجا آیت 158 سوره مبارکه اعراف جزء 9، الله سبحانه و تعالی برای پیامبر میگه قل یا ایها الناس، بگو ای پیامبر، ای مردم، اینی رسول الله الیکم جمیعا. اینجا لفظ یا ایها الناس، یا ایها الناس، بله، اینی رسول الله الیکم جمیعا، به سوی همه شما من پیامبر فرستاده شدم، به سوی همه شما من پیامبر الله هستم. بله. و شبیه این آیات جناب استاد در قرآن کریم به اندازه‌ای هست که قابل شمارش نیست و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم که خواسته باشیم به تفصیل شما میتونین در این مورد حقیقتا یا ما ارسلناک الا کافة للناس. بله. آیات قرآن کریم گفتیم جناب استاد در این مورد فراوان هست و حقیقتا قابل شمارش نیست که انسان آنها را خواسته باشه شمارش بکنه. اما در دین یهودیت مثلا اگر ما خواسته باشیم جناب استاد از دین یهودیت اول شروع بکنین که
حقیقتا یهودیت مثلا بخش عهد قدیم یا 5 بخش اول آن که بخش خروج و تثنیه و لاویان و اینها هستند، اینها حقیقتا ارتباط میگیره به تورات قدیم که به موسی علیه السلام فرستاده شده. یعنی با وجود این که کتاب مقدس حاوی تورات و انجیل است. بله، کتاب مقدس حاوی تورات هست، انجیل هست و برخی از نامه های رسولان هست و برخی از کتب دیگر هم هست، برخی از صحف دیگر هم در این موجوده. جناب استاد این کتابی که شما پیش روی من میبینید کتاب مقدسه، کتاب مقدسه و این البته چاپ من هم نیست، من چون این چاپخانه ندارم که این رو چاپ بکنم. این کتاب مقدسه. بله. و این هم مشخصات ترجمه تفسیری، کتاب مقدس ترجمه تفسیری. مشخصات کتاب اول جناب استاد شروع میکنین اینجا. بله. ببینین انجمن بین المللی کتاب مقدس چاپ سوم سال 2002 میلادی. بله. و اینجا هم برخی از مشخصات کتاب هست، کسانی که با زبان انگلیسی آشنایی دارن میتونن که این مشخصات رو ببینن. و این مشخصات حقیقتا گفتیم که باز هم میگم که چاپخانه من نیست، این چاپخانه به هر حال چاپخانه خارجیه که این رو چاپ کرده. این کتاب مقدس جناب استاد. بله. ما به عنوان مثال اگر خواسته باشیم به دین یهودیت اشاره بکنیم، در عهد قدیم اینجا ما نصی داریم که ارتباط به این موضوع میگیره. در عهد قدیم بله. که حقیقتا سفر خروج هست، اسفار داره. وقتی سفر میگیم هدف از سفر جزء است یا آیه است یا تقریبا میشه گفت بخش اسفار داره. در اینجا جناب استاد در سفر خروج در آیت 6 مثلا در آیت 6 بخش باب 6 که اینجا باب 6 هست، میتونن که عزیزان ببینن. این بله. باب 6 هست. بله. این باب 6 هست که موسی علیه السلام را الله سبحانه و تعالی میفرسته به سوی قوم بنی اسرائیل و خود موسی علیه السلام با صراحت میگه در آیت 6 باب 6 آیت 6. بله. اینجا جناب استاد ببینین چی میگه موسی علیه السلام. اینجا میگه که خداوند متعال برای من گفت، اگر اینجا را داشته باشن. بله. این خط اخیر میگه که الله متعال برای موسی گفت پس برو و به بنی اسرائیل بگو. برای کی بگو؟ برای تمام جهان؟ برای تمام جهان؟ نه. بنی اسرائیل. به بنی اسرائیل بگو که من خداوند هستم. اینجا این اول صفحه و با قدرت عظیم خود معجزات بزرگ ظاهر خواهم کرد الی آخر. حالا بحث ما جناب استاد اینجاست که اینجا موسی علیه السلام چی میگه؟ در تورات آمده که الله برای موسی گفت برو و به بنی اسرائیل بگو، در حالی که برای پیامبر ما چی میگه؟ یا ایها الناس انی رسول الله الیکم. نمیگه الی المسلمین، الی المؤمنین، الی اهل مکه، الی اهل المدینه. این رقم نمیگه. یا مثلا بگه به سوی عرب ها برو، به سوی فارس ها برو، به سوی عجم ها برو. نه، این رقم نمیگه. بلکه الله سبحانه و تعالی در مورد اسلام چی میگه؟ میگه که برو به سوی همه مردم بگو که من پیامبر شما هستم. اما در اینجا این تورات جناب استاد چی میگه؟ الله میگه که برو، برای موسی میگه برو و به بنی اسرائیل بگو. پس این دلالت صریحی داره به این که موسی علیه السلام فقط به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده. حال جناب استاد سوال اینجاست که شاید اگر کسی بینه بگه آیا فعلا افرادی که خود را مسیحی مینامند یا نصرانی مینامند یا معتقد به دین تحریف شده مسیحیت یا نصرانیت هستند، به آیات یا به اسفاری که شما در اینجا نشان دادین به این معتقد هستن، باور دارن به این کتاب؟ بدون شک باید باور داشته باشن. یعنی وقتی مسیحی ها جناب استاد، یهودی ها به این کتاب یعنی به تورات لابد باید یقین و باور داشته باشن. بله. و گفتم که این ترجمه من هم نیست، چاپخانه من هم نیست، بلکه و نه هم چاپخانه شماست، بلکه خودشان چاپ کردن، خودشان ترجمه کردن. این خب ارتباط میگیره به یهودی ها. بله. اما نصرانی ها هم تورات را قبول دارن، هم انجیل را قبول دارن، یا به تعبیر دیگه بگین هم عهد قدیم را قبول دارن و هم عهد جدید را قبول دارن و لابد باید قبول داشته باشن. و یک مسیحی و یک یهودی یا نصرانی یا یهودی باید به این معترف باشه که موسی علیه السلام فقط به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده. پس به این ترتیب وقت یهودی یا نصرانی بگیم کسی دیگر، فرد دیگر به غیر از یهودی و نصرانی را به طرف دین خود دعوت میکنه، در حقیقت مخالف دستورات کتاب خودش عمل کرده. بله جناب استاد. حالا چون ما فعلا در داخل بحث یهودیتی، بله، فقط در باب یهودیت، اما در باب مسیحیت یا نصرانیت جناب استاد باز هم در همین کتاب مقدس، بله،
اگرچه این نکته را عرض کنم به خدمت بینندگان عزیز و گرامی که متاسفانه یهودی ها بعد از این که دین مسیحیت یعنی حضرت عیسی علیه السلام از دنیا میره، اگرچه در زمان عیسی علیه السلام یهودی ها دشمنی خاصی با عیسی علیه السلام دارن، حتی تا حدی که عیسی علیه السلام را نعوذ بالله ولد الزنا میخوانند، تا این حد هم به عیسی علیه السلام جفا میکنند و او را به عنوان پیامبر الله قبول ندارند. بعد از این که حضرت عیسی علیه السلام به آسمان ها برده میشه و بعد از این که از میان مردم حضرت عیسی بالا میره، که ما بعدا ان شاء الله این را هم از کتاب مقدس ثابت خواهیم کرد، بعد از این که حضرت عیسی علیه السلام از میان مردم میره، یهودی ها از این فرصت استفاده میکنن. کسی به نام پولس که این حقیقتاً تحریف بسیار شدیدی را در دین مسیحیت یا در دین نصرانیت به وجود آورد، با همان دشمنی و کینه‌توزی که به عیسی علیه السلام داشت و به دین عیسی علیه السلام، که عیسی علیه السلام آمده بود تا خرافات بنی اسرائیل را از بین ببره، چنانچه به تعبیر خود کتاب مقدس هست و در خود عهد جدید موجود هست. این نفر آمد و دین عیسی علیه السلام را به یک سمت و سوی دیگر کشاند. مسئله صلیب و مسئله تثلیث و این مسائل را آمد مطرح کرد و از جمله این مسائل که مطرح کرد مسئله جهانی بودن دین عیسی علیه السلام بود. پولس مثل که در دین اسلام اینها خواستن همین فساد را برپا بکنن، که یکی از نواده های پولس که عبدالله ابن سبع یهودی بود، همین کار را میخواستن با اسلام بکنن، ولی چون الله سبحانه و تعالی حفظ اسلام را گرفته بود و حفظ اسلام را الله سبحانه و تعالی برای خودش دانسته بود، نتانست، موفق نشد. یک گروهی تشکیل داد به نام روافض و اینها را حقیقتا خراب کرد و به سوی تباهی کشاند. ولی پولس موفق شد، یعنی جد عبدالله ابن سبع یهودی موفق شد و دین مسیحیت را به یک سمت دیگر کشاند، دین نصرانیت را به یک سمت دیگر کشاند. اگر ما به نامه های پولس مراجعه بکنیم، میبینیم که اشاره میکنه به این موضوع که اولا خودش اول یهودی بوده که بعدا نشان میدیم این را، و همچنین اشاره میکنه به این که دین مسیحیت یا نصرانیت دین جهانی است، باید برای همه برسه. در حالی که وقتی در عهد جدید، یعنی در اناجیل چهارگانه، به خصوص در انجیل متی، وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که عیسی علیه السلام میگه فقط من به سوی بنی اسرائیل فرستاده شدم، که این را از یک جهت میشود، یعنی دو سوال مطرح میشه برای یک فرد نصرانی و مسیحی، یا اینکه باید قبول کنه که پولس خیانت کرده، یا اینکه باید قبول بکنه که انجیل متی تحریف شده و سخن عیسی علیه السلام تحریف شده. پس بنابراین جناب استاد ما اول از پولس شروع میکنیم. بله. اول از پولس شروع میکنیم که پولس چی میگه و در این عهد جدید حقیقتا نامه هایش موجوده. اول مثلا از رومیان شروع میکنیم. بله. که باب سوم، رومیان اینجا اگر داشته باشن عزیزان، اینجا رومیان هست، در بالا نوشته هست اینجا رومیان یعنی چی؟ یعنی اینجا اول جناب استاد میگه که نامه‌ای هست، نامه هایی است که بله. این خود پولس فرستاده بله. به مسیحیانی که در روم بودن. بله. به این واسطه به رومیان مشهور شده. در اول هر باب یک توضیحی داره. بله. میتونن که باز عزیزان مراجعه بکنن، وقتی که ما نامر میگین میتونن مراجعه بکنن کسانی که دارن. این رومیان هست جناب استاد، این هم باب سوم. در ادامه باب سوم در اینجا حقیقتا که میشه گفت آیت 22 هست. ببینید که پولس چی میگه. میگه اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد. همه انسان ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان می توانند از همین راه، یعنی ایمان به عیسی مسیح، نجات یابند. همه انسان ها. اینجا پولس چی میگه جناب استاد؟ میگه که همه انسان ها باید اگر خواسته باشند که گناهانشان بخشیده بشه و سوابقشان از بین بره، یعنی گناهانی که در گذشته کردن همه از بین بره، گناهانشان را خدا ببخشه و راه نجات را بیابند، باید به عیسی ایمان بیاورند. این قول کیست؟ قول پولس است؟ قول پولس هست جناب استاد. این نامه است که بر رومی های مسیحی هایی که در روم بودن فرستاده. برین در بخش دیگری جناب استاد، در بخش دیگری که غلاطیان هست که این یک شهریه، به اونجا نامه میفرسته که معروف نامه پولس به مسیحیان غلاطیه. اینجا جناب استاد در باب اول میآید، در اینجا در پاراگراف 11 اینجا 13 چی میگه؟ 13 میگه بدون شک
سرگذشت مرا هنگامی که هنوز پیرو دین یهود بودم شنیده اید. خود اعتراف میکنه که یک یهودی بوده، یهودی زاده بوده، خود پولس، که چگونه به تعقیب مسیحیان می پرداختم و ایشان را با بیرحمی شکنجه و آزار می دادم و همیشه در پی آن بودم که ریشه آنان را چکار بکنم؟ از زمین برکنم. ریشه کره؟ ریشه مسیحیان را. و برکند، بد جوری برکند. خب این ظاهرا حالا میگه که والله من به دنبال این بودم که ریشه آنها را برکنم و با اینها دشمن بودم و اینها را تعقیب میکردم در هر جا مسیحی میدیده و خلاص جانش را ازش میگرفته. به هر صورت این کارهایی که این خودش میکرده پولس. خب میاد در لباس دوست، بعد از حضرت عیسی میاد در لباس دوست داخل میشه و اینجا نامه میفرسته به این، نامه میفرسته به این، که امروز حقیقتا میشه گفت مسیحیای امروزی هیچ شباهتی با این ندارن که پیرو مسیح علیه السلام باشن، بلکه پیرو پولس هستند. کاملا دقیقه، ما بعدا ان شاء الله ثابت میکنیم این را. بله. در ادامه چی میگه؟ میگه من از بیشتر همسالان یهودی خود مؤمنتر بودم، یعنی اعتقاد قوی داشتم به یهودیت و نسبت به اجرای رسوم و سنت‌های مذهبم تعصب زیادی داشتم، حتی در یهودیت هم همچون آدم منحرفی بوده. میگه اما ناگهان همه چیز تغییر کرد، زیرا خدایی که مرا از شکم مادر برگزیده بود از روی لطف و رحمتش فرزند خود را بر من آشکار ساخت. اولا موضوع این که حضرت عیسی نعوذ بالله فرزند الله بوده مطرح میکنه و او را به من شناساند تا بتوانم. خب سوال اینجا پیش میاد چرا تا وقتی عیسی علیه السلام زنده بود این کار را نکردی؟ دشمن سرسخت عیسی علیه السلام بودی. خب چون میخوای که از لباس دوست داخل بشه مثل عبدالله ابن سبا یهودی، بعد از رسول الله علیه السلام ایمان میاره و شروع میکنه به فتنه انگیزی که گویا با رسول الله محبت داشته. همون برنامه‌ای که جناب استاد پولس جد عبدالله ابن سبا در داخل نصرانیت انجام داد، همان فتنه را متاسفانه عبدالله ابن سبا یهودی در داخل مسلمان ها خواست که اجرا بکنه ولی نتونست به صورت کلی موفق بشه. خب یک گروه اندکی را کشید به طرف خود. بله. در ادامه میگه که خب بر من شناسان تا بتوانم نزد اقوام غیر یهودی رفته راه نجات به وسیله عیسی مسیح را به ایشان بشارت دهم، یعنی به سوی غیر یهودیان برم و آنها را دعوت بکنم به سوی دین مسیحیت یا به دین نصرانیت. این حقیقتا این هم قول پولس بود که این حرف را میزنه که ما گفتیم این بدعت را متاسفانه پولس به وجود آورد. پس شما خواستین از خلال این نقاطی که شما از کتاب مقدس ذکر کردین، هدف من بود که میخواستم بفهمم و بیننده ها بفهمن که آیا در کتاب شما از خلال تورات ثابت کردین که در تورات موسی علیه السلام فقط برای بنی اسرائیل فرستاده شده بود و حق نداشت که دیگرها را به دین یهودیت دعوت کنه. به همین ترتیب در کتاب مقدس گفتین مسیحی ها، نصرانی ها وظیفه دعوت غیر به طرف مسیحیت نداشتن. اما این بدعت را پولس در کتابشان درج کرد. فقط جناب استاد یک نکته دیگر هم از کتاب مقدس که ارتباط از نامه های پولس هست که این بدعت را ما ثابت میکنیم که پولس ساخته و هیچ ربطی به عیسی علیه السلام نداره. عیسی علیه السلام فقط به سوی یهودی ها فرستاده شده بود، نه غیر یهودیان. اینجا یک عیسی به سوی مسیحی ها هدف داشت، به سوی یهودی ها، به سوی یهودیان. بعداً میخوانیم ان شاء الله مطالب را میخوانیم که عیسی علیه السلام چگونه فرستاده شد و چی شد، در کتاب مقدس موجوده و در قرآن کریم هم هست. و رسولا الی بنی اسرائیل، الله متعال در مورد عیسی علیه السلام میگه در سوره اعراف که و رسولا الی بنی اسرائیل، که ما به این موضوع میپردازیم. جناب استاد این باز هم از نامه های پولس هست که افسوسیان، نام خود همان منطقه بود افسوسیان مشهور شده. بله. در اینجا در بخش سوم اینجا در پاراگراف 7 ببینین چی میگه. پولس میگه که خدا این فیض را به من داده است تا همه را از این نقشه آگاه سازم. از کدام نقشه؟ نقشه یهودی خودش دیگه، دروغ میگه. و برای انجام این رسالت قدرت و توانایی لازم را نیز عطا کرده است. بله، من که هیچ لیاقتی نداشتم و از همه مسیحیان کوچکتر هستم، انتخاب شدم تا به غیر یهودیان این پیغام را برسانم، که در مسیح گنج عظیمی از الطاف الهی نصیبشان خواهد شد. الی آخر.
خب بعد میگه که این نکته هم مهمه، باید بخوانم. میگه و برای همه روشن سازم که خدا نجات دهنده غیر یهودیان نیز میباشد. خب تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو پیغمبر هستی؟ تو کی هستی؟ یک یهودی زاده، یک فردی که خودت اعتراف میکنی که دشمن عیسی و دشمن مسیحیت بودی، حالا داخل شده به لباس دوست. اما جناب استاد ببینین که خود عیسی علیه السلام در این مورد نظرش چیه. البته از کتاب مقدس، ما از قرآن خب شکی نیست، از اسلام که معتقدیم به این که عیسی علیه السلام فقط به سوی بنی اسرائیل فرستاده شده، در این شکی نیست. اما بازگردیم به عهد جدید یا در کتاب مقدس به صورت کلی بگین، اناجیل چهارگانه جناب استاد، 4 انجیل که ما بعدا انشاءالله به وقتی در شناخت نصرانیت رسیدیم اینها را مطرح میکنیم. فقط حالا این را بدانیم که در انجیل متی، در 2 جای انجیل متی جناب استاد به صورت صریح به این موضوع اشاره شده. اولا در انجیل متی جناب استاد در بخش دهم، همان کتاب مقدسه. عزیزان میتونن که ببینن اینجا همان کتاب مقدسه و یعنی همان چیزی که ما تورات را از آن نشان دادیم، چون گفتیم در ضمن تورات هم هست و اناجیل هم هست و نامه ها هم وجود داره. در اینجا جناب استاد کسانی که اگر این رو دارن میتونن که حتی صفحه هم اینجا ببینن، صفحه 904. البته همین چاپی که در نزد من هست و بیشتر این چاپ را در افغانستان و در بقیه کشورهای فارسی زبان همین چاپ را پخش و نشر میکنن و حتی در شبکه‌های اینها هم همین چاپ و همین نوشته متاسفانه بگین یا خوشبختانه بگیم خوانده میشه که تا اینها راهی برای گریز نداشته باشن. این چاپ جناب استاد انجیل متی هست. اینجا جلوه روی من انجیل متی از اناجیل چهارگانه هست، صفحه 904 انجیل متی بخش دهم. بله. بخش دهم. اینجا در آیت 5 یا در پاراگراف 5 بگین یا 5 و 6 ببینید چی میگه. عیسی ایشان را به مأموریت فرستاد. کیها را؟ شاگردانش را. بله. چون این گفت نزد غیر یهودیان و سامریان نروید. حالا این پولس باید بگین کی هست؟ این چی کاره هست؟ عیسی علیه السلام شاگردان خود را دعوت میکنه و برای اونها میگه شما به سوی غیر یهودیان نرین. ولی پولس چی میگه؟ میگه ما آمدم که تا غیر یهودیان را هم به سوی مسیحیت نیز دعوت بکنم. تو چی کاره هستی؟ واقعا تو چی کاره هستی؟ به گفته به هر حال مردم تو چرا کاسه دختر از آش شدی؟ مسیح علیه السلام به تعبیر خودشان که در کتاب خودشان در انجیل متی موجوده میگه که من شاگردانش را میفرسته، میگه فقط به سوی غیر یهودیان نروید بلکه به سوی یهودیان بروید. چرا؟ اینجا علتش را میگه در پاراگراف 6 میگه که بلکه فقط نزد قوم اسرائیل یعنی یهودیان که گوسفندان گم شده خدا هستند بروید. این کلام خودش هست که اینجا درد شده. جناب استاد شبیه همین باز هم در انجیل متی، فقط چند صفحه بعدش گر اینجا را داشته باشن، انجیل متی بخش 15 آن بخش 10 بود، آیت 7 6 و 7 5 و 6 ببخشید. اما در اینجا در انجیل متی بخش 15 داستان نقل میکنه که زن میایه برای عیسی علیه السلام داد میکشه که ای عیسی به داد من برس و فلان و اینها. عیسی چی میگه؟ عیسی علیه السلام در جواب این زن چی میگه؟ عیسی فرمود خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم نه غیر یهودیان را. از این دیگه جناب استاد چی صراحت بیشتری داشته باشه؟ نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گم شده خدا هستند. شبیه همان چیزی که در بخش 10 انجیل متی وجود داشت. جناب استاد با این وجود این تناقض، یا میشه گفت که به هر حال 2 سوال در نزد مسیحیان یا نصرانی ها یا تنصیری ها یا کسانی که اینها خودشان را دعوتگران مسیحی میدانند گذاشت. این که شما پیرو عیسی هستید یا پیرو پولس. اگر پیرو پولس هستید خب راهتان کلا جدا هستی که از این بیشتر نگید ما مسیحی هستیم، نصرانی هستین و عیسی فلان است و فرزند خدا است و نعوذ بالله و از این قبیل حرفا که بعدا ما اینها را همه به چالش خواهیم کشید از کتاب مقدس. اما سوال دوم اینه که جناب استاد اگر شما این را قبول ندارید، میگید ما پیروان عیسی علیه السلام هستید، باید قبول کنید که این اناجیل یا انجیل متی تحریف شده و شما فعلا همین تحریف شده را میخوانید. ما خب معتقدیم که تحریف شده ولی اینجایش دقیقه. اینجا را معتقدیم که دقیقه، چون موافق با آن چیز که الله سبحانه و تعالی به پیامبر آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده. و چی میگه؟ میگه و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم الی آخر آیه.
و الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که عیسی علیه السلام به سوی کی فرستاده شده؟ به سوی یهودیان، نه غیر یهودیان. و اشاراتی میشه که اشاراتی در طول اناجیل شما میبینین از عیسی علیه السلام که عیسی علیه السلام میگه آمدم که تا خرافات بنی اسرائیل را از بین ببرم، برای کل جهانیان فرستاده نشده. پس این اثبات بسیار قوی هست که این جهانی بودن دین مسیحیت یا نصرانیت بدعتی است از بدعات پولس که در دین مسیحیت به وجود آورده و هیچ ربطی به عیسی علیه السلام و دین نصرانیت نداره. شما جناب استاد از خلال قرآن کریم و کتاب مقدس نشان دادین دین اسلام مسلمان ها دعوتگران اسلامی به دستور الله جل جلاله مکلف و مأمور هستند تا دین اسلام را در سراسر گیتی گسترش بدن و برای همه جهانیان برسانند. مأموریت است، واجب است، وظیفه مسلمان هاست. و در مقابل کسانی که امروز خودشان تبشیری میگن و مردم به دین محبت به اصطلاح خودشان به دین مسیحیت دعوت میکنن، در حقیقت امر در واقع مخالف دستورات کتابی که خودشان به او باور دارن عمل میکنن. بله بدون شک. یا مگر ای که تابع پولس باشن، پولسی که گفتن کتاب مقدس تحریف کرده و خیانت بزرگی به دین و بدعت جهانی بودن مسیحیت او مطرح کرده. و در عهد قدیم و در عهد جدید شما با نقاطی که اشاره کردین واضح و صریح موسی علیه السلام هم دستور داده شده که به غیر از بنی اسرائیل کسی دیگر دعوت نکنه و عیسی علیه السلام هم طبق کتاب مسیحیت شاگردایش وقتی میفرسته به دعوت میگه شما مکلف نیستین که غیر از قوم بنی اسرائیل دعوت بکنین، چون اونا به متعبیرشان گوسفندان گم شده خدا هستند. و حتی جناب استاد صراحتا گفتیم ما در اینجا وقت زنی از او کمک میخواد از عیسی علیه السلام در این انجیل متی بخش 15 صراحتا عیسی علیه السلام برای میگه که تو غیر یهودی، من به غیر یهودیان کمک کرده نمیتونم، به غیر یهودیان نمیتونم کاری بکنم. خب بعدا این زن التماس میکنه بله و اینها جناب استاد صراحت داره، صراحت کامل داره در اناجیل و این تنها بدعتی نیست که پولس در دین نصرانیت به وجود آورده که اونها را به طرف تباهی کشانده و خیلی از اینها زیاده که ان شاء الله در طول برنامه ها ما با آنها اشاره خواهیم. واضح شد جناب استاد سوالی که ما کردیم که چرا مسیحی ها، چرا نصرانی ها حق ندارن که غیر نصرانی ها را به نصرانیت دعوت بکنند، این سوال حل شد و شما جواب دادین از خلال خود کتاب مقدس. اگر اجازه بدین یک نکته دیگه هم در اینجا عرض بفرمایید. حقیقتا آنچه که از کتاب مقدس ما خواندیم و به خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم، ما خیرخواه هستیم برای این نصرانی ها و مسیحی ها. چرا این همه تلاش میکنید که مسلمان ها را که بهترین دین را دارند و یا غیر مسلمان ها را شما بکشید به طرف نصرانیت و مسیحیت؟ شما برخلاف دینتان عمل میکنید. ما خیرخواه هستیم برایتان وقتی که این راه ها را برایتان نشان میدیم، راه را از چا برایتان تمیز میدیم که این راه است، این چاه است. نروید این طرف که میروید به چاه، این طرف راه درست حرکت کنید. و حقیقتا این خیرخواهی ماست، این دلسوزی ماست برای اینها که کتابشان را به رخ خودشان کشیده و به اونها نشان میدین که شما به کتابی که خودشان باور دارن، به کتابی که به او معتقد هستن به مو عمل کنن، لا اقل. بله. لا اقل به مو عمل بکنن. دستور داده شدن که شما حق ندارین که دیگران را به طرف نصرانیت به غیر از بنی اسرائیل دعوت بکنید. بله بله. خب جناب استاد فاتح، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه ان شاء الله باز هم در خدمت شما با ادامه برنامه خواهیم بود. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلق لنصر محمد
بدمي ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح از خلال قرآن کریم و کتاب مقدس ثابت کردند که مسلمان ها مأمور و مکلف و موظف هستند تا دین اسلام را به غیر مسلمان ها تبلیغ کنند و در مقابل نصرانی ها و مسیحی ها این حق را ندارند، البته به دستور کتابی که خودشان به او باور دارند. خب جناب استاد، سوالی که شاید نه تنها در ذهن ما بلکه در ذهن اکثر بیننده ها هم خطور کنه ایست که با وجود ای که میبینیم که کتاب مقدس که مسیحی ها یا نصرانی ها به او عقیده دارن و باور دارن، اونها را به تبلیغ دین به غیر از بنی اسرائیل دعوت نمیکنه و مأمور نمیکنه. با این وجود میبینیم که یک روند خیلی گسترده برای دعوت به نصرانیت در سراسر جهان با تمام امکانات دست داشته کشورهای، اگر میشه به تعبیر درست بگیم کشورهای اشغالگر و استعمارگر، این روند در حال گسترش است و اونا میخوان که مسیحیت یا نصرانیت در تمام جهان گسترش بدن. علت چیست؟ سوالی که اینجا مطرح میشه، چه ربط مسیحیت، دعوت نصرانیت یا تبشیریت بگیم اگر تعبیرش درست باشه، چه ربطی با روند اشغالگری و استعمارگری داره؟ جناب استاد، اولا میشه گفت که سوال شما دو جز داره. جز اولش این که چی باعث میشه که اینها دعوت بکنن و جز دومش این که چه ارتباطی این دعوت با استعمار داره. چون ثابت شد که اصلا دینشان
دینشان و منبع و مصدر اصلی دینشان که کتاب مقدسشان است، او اینها را منع کرده. بله جناب استاد، حقیقت امریه که ما فکر میکنم، البته تا جایی که بنده با اینها به هر حال دیدم و برخی از صحبت های اینها را شنیدم و برخی از مقالات و کتاب هایی که داشتند خواندم، حتی برخی از برنامه های اینها را دیدم، به این نتیجه رسیدم که برخی از اینها نمیفهمند. یعنی آنچه که در کتاب هایشان موجود هست نمیفهمند. این یک مشکل، یک مصیبته. نفهمیده مورد دعوت قرار میگیره و برخی از آیات گزینشی برایش داده میشه، برخی از آیات و پاراگراف ها برایش گزینشی داده میشه و این بیچاره هم فکر میکنه که یعنی دین مسیحیت همین. به همین واسطه شما اگر دیده باشین در برخی از برنامه ها یا حتی برخی از نوشته های خود، دین عیسی دین محبت است و دین دوستی هست و دین فلان است و این است و آن است، فقط این عبارات را تکرار میکنن. حتی جناب استاد سایت میسازن، شبکه میسازن، رادیو میسازن تحت محبت، بعد میان در ضمن این کار میکنن به دعوت کردن به سوی مسیحیت. جالبی است جناب استاد فاتح، خیلی یعنی جالب است که وقتی یک انسان غیر مسلمان، وقتی یک فرد غیر مسلمان میخواه که به دین اسلام مشرف شود و دین اسلام به عنوان دین انتخاب بکنه، میبینیم که عموما کسایی که وارد دین اسلام میشن و مسلمان میشن، اینها از در قرآن بعد از مطالعه قرآن کامل و هم کامل، بعد از مطالعه قرآن کریم، اینها چی میکنن؟ مسلمان میشن. در مقابل کسی که مسیحی میشه از کتاب مقدس هیچ اطلاعی نداره. جناب استاد اگر اینها اطلاع داشته باشن، ما اگر یادتان باشه در برنامه هایی که پیرامون حجاب رفتیم که آیا در دیگر ادیان هم وجود داره یا نداره، آمدیم با صراحت کامل از کتاب مقدس ثابت کردیم که حتی میگه زنی که سرش برهنه بهتر اینه که سرش رو برهنه نکنه یا این که سرش رو بتراشه. خب با حجاب با اینها خوب رابطهش، یا با مسئله زنا مثلا رابطهش یعنی برای منع زنا خوب است، منع میکنه و از این قبیل مسائل اخلاقی خوبه. مثلا به عنوان مثال در انجیل متی وقتی مراجعه میکنین در فصل 5 که مشهور به نام موعظه سرکوه که عیسی علیه السلام برخی از مسائل را مطرح میکنه، هیچ سنخیتی اون مسائلی که عیسی میگه با اخلاقی که امروز مسیحی‌ها دارن اصلا رابطه‌ای نداره. مسائل اخلاقی مطرح میکنه، مسائل اجتماعی مطرح میکنه، از این قبیل چیزها. متاسفانه جناب استاد برخی از اینها نفهمیده همینجوری میره، همچنان که میگه گوسفندان گم شده. بله، به همین ترتیب میرن دیگه، هر کی یکی که رفت همه میرن دنبالش. به هر حال توهین نشه برای کسانی که متاسفانه اینها برخی از اینها یعنی افرادی هستند که مخترع و مکتشف و به اصطلاح تا دکتر و پروفسور هم هستند و نمیفهم که با چه عقلیت، با چه فهمی، با چه درایت اینها به طرف این دین کشانده میشن یا این دین قبول میکنن، دینی که از آیات کتابش خودشان اطلاع ندارن. بله بدون شک جناب استاد. این خب یک گروه هستن، یک دسته هستن. دسته دیگر فکر میکنم که اینها میفهمند، آشنا هستند، ولی متاسفانه باید بگین که با همان عناد و سرکشی که دارن یا بنا به برخی از ملاحظات اقتصادی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی که دارن، متاسفانه باید بگین که روی آوردن به طرف دعوت کردن به سوی مسیحیت و اینها خیلی مکارند. این مردم خیلی مکارند، این کشش هایی که میفهمند و مکار بودن اینها و حیله‌گر بودن اینها در این است که همان آیاتی که همان پاراگراف هایی که میفهمند که اجتماع آنها را میپذیره و قبول میکنه، همانها را برای مردم میگن، اما بقیه مسائل را نگه میدارند. با عنوان مثال پیرامون زن چی دیدگاه داره کتاب مقدس، زن نجس میشه و نمیفهمم هر کس به جانش دست بزنه نجس میشه تا 7 روز و باید اینها رو مخفی میکنن یا سرش رو باید بتراشه و حق نداره سرش رو برهنه بکنه. خب اگر به یک کسی که حالا از به هر حال حجاب اسلامی را دوست نداره، مثلا یک زن حجاب اسلامی را دوست نداره، میگه من میرم در کشور آمریکا یا در کشور دیگری که مسیحی در اونجا میرم، آزادم، مسیحی میشه،
مسیحی میشه البته تحت نام، نه مسیحی که کتاب مقدس برایش گفته، مسیحی میشه تحت نام. خلاص این که یک گروه سیاسی برای خودشان به دست بیارن، این که به هر حال برایش اونجا اجازه بدن که بتونه درست در اونجا زندگی بکنه، چون مسلمان ها در قید و در حقیقتا در قیدن. یک حقیقتی شاید برخی ها بگن نه در قید نیستن، ولی ما امروز میبینیم قوانین ظالمانه‌ای که بر علیه مسلمان ها در کشورهای غربی متاسفانه تصویب میشه و بر علیه مسلمان ها استفاده میشه. بهترین نمونهش آمریکا هست که امروز ببینین که بر علیه مسلمان ها به نام تروریست و به نام رادیکال و اینها ببینین چیکار میکنه. به هر صورت المهمی که جناب استاد برخی از اینها از روی فهم ولی متاسفانه با حیله‌گری داخل میشن و مردم را شروع میکنن به سوی دعوت. اما جناب استاد این که استعمار چی ارتباطی با اینها داره؟ استعمار ارتباط مستحکمی با اینها داره. چرا؟ استعمار یا به تعبیر دیگه بگین حاکمان اشغالگران امروزی حقیقتا اینها جناب استاد نه عاشق اسلامن نه عاشق مسیحیت. اما چرا مسیحیت را گسترش میدن و اسلام را در حال زدن هستن؟ علتش اینه. مثلا در آمریکا امروز آمریکا مثلا با همان به هر حال کلیساهای مختلف، با همان مناهج مختلفی که دارن، چی ارتدوکس ها هستن چی کاتولیک ها هستن و امثال اینها که در اونجا هستن و وجود دارن، متاسفانه جناب استاد مشکلی که یعنی اینها در اسلام میبینن اینه که اسلام یک دینیه که نظام کلی در زندگی در دنیا و در آخرت برای انسان ترسیم کرده و برای انسان داره. یعنی هم در مسائل دینی برای انسان برنامه داره، هم در مسائل اخروی یعنی مسائل عبادی و مسائل معاملتی و معاشرتی اسلام برنامه داره. اما کتاب مقدس در مورد سیاست برنامه نداره. فقط دینیه که منحصر میشه در گوشه کلیسا. اما اسلام این گونه نیست جناب استاد. اسلام نمیگذاره که انسان کسی بیایه بر او ظلم بکنه، جنایت بکنه، بر او به هر حال استعمار بشه کشورش و او آرام بنشینه و نگاه بکنه. ولی در دین مسیحیت این هست. فقط مسیحیت در گوشه کلیسا متاسفانه منحصر شده که اگر یادتان باشه ما در بحث‌های سکولاریسم و دموکراسی و اینها وقتی که مطرح کردیم گفتیم که بعد از این که جنایاتی که کلیسا متاسفانه مرتکب شد بر علیه انسانیت و بشریت باعث بر این شد که اینها جدا بکنن، اینها کلا جدا بکنن، یعنی دین را بکشن از سیاست و از دنیا کلا بیرون بکنن. و دقیقاً ولی نمیتونن اینها در مورد اسلام این کار را انجام بدن. به همین واسطه دین مسیحیت را گسترش میدن اما اسلام را میزنن کنار. هدفشان این نیست که دیگران را مسیحی بکنن، هدفشان اینه که به نام مسیحیت و به نام نصرانیت آنها را بکشنن به طرف یعنی حقیقتا همان لجام گسیختگی که هیچ بهایی برای دین، هیچ بهایی برای خدا، هیچ بهایی برای این مسائل نده. فقط خلاصه نامش باشه یک مسیحی. چون اینها امروز از جهان مسیحیت همین رو ساختن و گفتیم که مسیحیت عاجزه. این را با صراحت میگم، دین مسیحیت عاجز از این که برنامه زندگی و برنامه داشته باشه برای بشریت و انسانیت. ولی اسلام برنامه داره. اینها از این میترسن که اگر مردم به سوی اسلام مراجعه بکنن مجبورن که اسلام را به نام رادیکال و به نام تروریست و به نام این و آن بزنن، به نام افراطی و فلان و فلان. اما مسیحیت جناب استاد آرامن. این مسیحی ها خب میبینین وقتی در شبکه ها هم وقتی که میبینین جناب استاد اینها وقتی که صحبت میکنن فقط حرف از اینه که دین محبت و دین فلان اما وقتی که باز اگر آمریکا بیایه مثلا در یک منطقه آنجا را بمباران بکنه و بکشه و بزنه و استعمار کنه و به هر حال قتل عام بکنه و دزدی بکنه، اینها دیگه باز آنجا نه آنجا حرف محبت نیست. اینها اسلام های رادیکالن، مسلمان های رادیکال و افراطی هستن، باید اینها کشته بشن و اینها از بین برن و سر راه اینها را باز بکنن. و حقیقتا جناب استاد متاسفانه باید بگین که چنانچه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض میگه اینها یعنی حقیقتا کلمه ای که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله استفاده میکنه میگه که اینها علاقه های روافض را میگه اینها علاقه های یهود و نصارا هستند و استعمارگران هستند که در هر جایی که خواسته باشن استعمارگران داخل بشن، دشمنان اسلام داخل بشن، اینها آنها را سواری میدن. خب مسیحیت هم جناب استاد یعنی واقعا یک عبارت بسیار جالبی زدن. بله. یعنی ما دیدیم عملا دیدیم که در عراق وقت آمریکا آمد توسط کی آمد به عراق؟ توسط روافض. بله. و به همین ترتیب امروز اگر در سوریه هم میبینیم
روافض هستند، چه ایران باشه چه مریشه های مربوط به ایران، مریشه های نمیفهم زینبیون و فاطمیون و نجبا و نمیفهم حزب الله، اینها همه ابزار هستند برای استعمارگرا. اما اولاغ که گفته شیخ ابن تیمیه خیلی دقیق گفته و صدق میکنه در حق در مورد مسیحیت واقعا اگر اولاغ نمی بودن، اینها اگر واقعا ادعای ای را دارن که اینها مسلمان هستند، اولاغ مسیحی ها، اولاغ اشغالگرها، ابزار به دست اشغالگرها برای سرکوب کردن برادران مسلمانشان نمی بودن اگر برادر باشه. بدون شک. و مسیحی ها هم جناب استاد برای استعمار همین خاصیت را دارند. هر جایی که مسیحیت، هر جایی که استعمار خواسته باشه در آنجا قدم بگذاره، اول اینها را میفرسته و خیلی راحت اینها برنامه هایی دارن که بعدا ان شاء الله ما از وسایل وقتی صحبت بکنیم که اینها چی وسایل دارن برای گمراه کردن مسلمان ها، چی وسایل دارن برای به تعبیر خودشان مسیحی کردن مسلمان ها. وقتی در اونجا صحبت بکنیم ان شاء الله به برخی از اینها میپردازیم. متاسفانه اینها وارد کشورهای اسلامی میشن، راه را به سوی مسیحیت، به سوی استعمار باز میکنن. و ما ان شاء الله به اینها خواهیم پرداخت، مثلا در افغانستان و در عراق و در بقیه کشورهایی که امروز یا آمریکا مثلا فعلا چشم داره بالای برخی از کشورها غیر از ایران خب اونجا بحثش جدا هست. ما اونجا زمینه آماده است، زمینه آماده است اونجا. قبلا هم با هم ارتباطی داشتن، حالا هم جنگای زرگری دارن با هم. به هر صورت المهمی که جناب استاد ما کشورهای اسلامی را میگیم، کشورهایی که اسلامی هستن، نه که نامشان جمهوری اسلامی باشه، اسلامی هستن، اینها تلاش میکنن که از طرق مختلف برای نابود کردن اسلام اول داخل بشن، چهره اسلام را خراب بکنن، همان اسبابی که همان وسایلی که خودشان استفاده میکنن، بعد راه برای استعمار هموار میشه. یک عده را تربیت میکنن از فرزندان خود مسلمان ها و راه را باز میکنن تا این که اگر استعمار خواسته باشه حمله بکنه، استعمار خواسته باشه اینجا را استثمار و استحمار بکنه، حقیقتا کلا همه مردم آرام آسوده و اینها را به آغوش باز بپذیرن. و ما این تجربه تلخ را متاسفانه در برخی از کشورهای اسلامی دیدیم و فعلا هم در حال اجرا هست. تشکر جناب استاد فاتح. اگر باز هم اجازه بدید، ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میرم سراغ یک میان برنامه. اما قبل از میان برنامه بیننده های عزیز و گرامی، البته تقریبا 20 دقیقه آخر برنامه حق شماست و شما میتونین هر چه که در ارتباط البته به موضوع برنامه دارین بگین. فقط در ارتباط به موضوع برنامه، بارها هم از خلال برنامه تکرار کردیم و حالا هم تکرار میکنم که صحبتایتان فقط در چارچوب موضوع برنامه باشه. با هم میان برنامه میبینیم و برمیگردیم و موضوع ما را دنبال میکنیم. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق از دل دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابرهای غم گرفته، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است،
تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صد حلال داری، نشانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صد حلال داری. بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، فرستادم به یاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی، فرستادم به یاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی. بیادت شام مکه رنگ خون است، پگاه سرخی عصر بلال گون است، پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای غناری گشت خسته، پرستوهای طائف پرشکسته، نفسهای غناری گشت خسته. در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان به روی ما گشادی، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست. رسول الله توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت، درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و همان گونه که قبل از میان برنامه خدمتتان عرض شد، تقریبا 20 چند دقیقه است به پایان برنامه باقی مانده و این وقت از شماست و تا لحظاتی که تماس با شما عزیزان برقرار میشه و دوستای گرامی ما در اتاق کنترل تلفن های برنامه را زیرنویس کنن، برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد فاتح، شما قبل از میان برنامه به یک نقطه خوب اشاره کردین و اویی که یعنی واقعا کسایی که امروز به اصطلاح خودشان مسیحی میشن هیچ اطلاع از مسیحیت ندارن، بجز نشان مسیحی بودنشان همیست که فقط یک گردنبند را اینجا آویزان میکنن صلیب، خلاص تو مسیحی شده. یعنی آیا هدف دعوتگران به نصرانیت، به مسیحیت یا به اصطلاح خودشان که امروز اصطلاح ترویج یافته که مبشرین میگن، هدف اینها دعوت ای افراد به مسیحیت و به نصرانیت است یا ای که فقط میخوان اینها را از حقیقت دین اسلام دور کنن؟ بدون شک جناب استاد، هدف اینها مسیحی ساختن اینها نیست. اگرچه ما گفتیم که در کتاب مقدس اعمالی که اینها انجام میدن خیلی با هم مخالفه و هیچ ارتباطی اینها با هم نداره و هدف اصلی اینها اینه که خلاصه مسلمان ها را به شکل از اشکال از دین اسلام دور کنن، چون میدانن اینها که تنها دینی که میتونه برنامه درستی برای زندگی داشته باشه اسلامه و دیگر ادیان به شمول مسیحیت نمیتونه که برنامه درستی برای انسانیت و برای بشریت داشته باشه و به همین اساسه که فقط نامن اینها را مسلمان مسیحی میکنن به تعبیر خودشان و همان غسل تعمید میدن اینها رو و خلاص غسل تعمید داده شد، چی اطفالشان چی خودشان تمام میشه مسیحی شد دیگه. مسیحی تمام عیار و گناهانش هم به تعبیر پولس بخشیده میشه، چنانچه پولس گفته بود که شما اگر میخواین که گناهان شما بخشیده بشه و سوابق شما از بین بره، بیاین به دین مسیحیت در بیاین و خلاص تمام میشه دیگه. تمام میشین، یک بار به کربلا برین، تمام گناهان شما بخشیده میشه. شما هم که آمدین نام شما مسیحی شد، تمام دیگه، هر چی بود تمام میشه و از بین میره و چیز دیگه برای شما باقی نمیمانه. پس بنابراین جناب استاد، هدف اینها این نیست که بیاین حتی به سوی همین مسیحیتی که در کتابشان موجوده مردم را دعوت بکنن، بلکه به سوی این دعوت میکنن که خلاصه راه را برای استعمار باز کنن، راه را برای جنگه هایی که همان کسانی که زیاده خواهی دارن به هر حال که کشورها را به دست بگیرن و کشورها را داشته باشن، اینها را خلاصه به شکل از اشکال به دست بیارن و مسلمان ها زیر چتر اینها زندگی بکنن یا به تعبیر خودشان همان دموکراسی در آنجا قائم بشه. البته دموکراسی که به نفع خودشان باشه، نه به نفع مسلمان ها، چون همان دموکراسی ساخت خودشان هم حتما باید به نفع خودشان باشه. تشکر. بفرمایید جناب استاد اگر حرف دارین قبل از اینکه من برم به سراغ به هر حال جناب استاد، حرفم این بود که اینها حقیقت امریه که به سوی مسیحیت دعوت نمی کنن، بلکه به سوی لجام گسختگی یک عده از مسلمان ها و برخی از مسلمان هایی که از دینشان حتی آگاه نیستند میخوان که همین ها را خلاصه به دنبال دین نرن، به دنبال اسلام نرن و اینها را به شکل از اشکال، یعنی میشه گفت به شکل یک حزب سیاسی، به شکل یک حزب سیاسی که خلاصه یک چند نفر دور پیش خود جمع بکنن، چند نفر دور پیش خود جمع بکنن و جوانها فردای روز مصیبتی برای اینها نشن. چون اگر استعمار بیای مسلمان خب نمیتونه، توانش رو نداره که اصلا هیچ انسان آزاده نمیخواد که زیر چتر کسی باشه و غلام کسی باشه. تشکر استاد فاتح گرامی. میرم سراغ میان برنامه ها. اولین بیننده را میگیرم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوب. لطف پروردگار بفرمایید خود معرفی کنیم. برادر گرامی از کجا صحبت میکنین؟ من حفیظ الله هستم، از آلمان صحبت میکنم. یک سوال داشتم. انشالله که در ارتباط به موضوع برنامه باشه برادر گرامی. فقط من اولین بار تلفن رو گفتم، فقط سوالم خیلی مهم است. به خاطر وجود کردن چیز هستم. فقط آقای حفیظ الله برادر گرامی، ما در ابتدای برنامه چون برای بیننده ها بارها عرض کردم که فقط سوالشان در چارچوب موضوع برنامه باشه. سوالای فقهی تان شما میتونین 1 ساعت بعد 1.5 ساعت بعد در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین. درست است؟
این مثلا درباره وضو کردن چیز نمیتونید سوال ما جواب نه برادر گرامی حفیظ الله، چون ما به بیننده وعده سپردیم که بجز سوالایی که ارتباط به موضوع برنامه داشته باشه به دیگه سوالا پاسخ نمیتیم. فقط امی تعهد ما را شما احترام بسپارین و به برنامه پرسش پاسخ 1 ساعت بعد ان شاء الله آغاز میشه به او زنگ بزنین. تشکر برادر گرامی حفیظ الله خان. خدا کنه که خوش آمدید. ان شاء الله سلامت باشید. تشکر از شما. خب بیننده بعدی سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. شبکه وصال. بله شبکه وصال. شما بفرمایید خود معرفی بکنین. برنامه بازسازی اندیشه، موضوع برنامه بحث دعوت به مسیحیت. بفرمایید. الان من رویر هستم، خواستم با مجری صحبت بکنم. برادر گرامی شما میشه خود معرفی بکنین؟ شما دارین با مجری صحبت میکنین، شما وصل هستین به برنامه بازسازی اندیشه. بفرمایید. من محمد هستم، از تهران تماس میگیرم. یکی از این شبهات زیادی در علیه اسلام میکنن همین مسیحی‌ها. من یکی از دوستانمون اخیرا مسلمان بودش، متاسفانه مسیحی شدش. بعد به من چند تا مثال داد، گفتش تو اسلام تعدد ازواج هست. من اومدم بهش گفتم اگه تعدد ازواج اسلام هست تو مسیحیت هم بودش. مثلا براش مثال دادم، می‌خواستم از استاد بپرسم این مطلبم درسته یا نه. بهش گفتم در سفر پیدایش فصل 4 آیه 19 میگه لمک 2 زن داشت به نام عادل و ست. گفتم اگر شما تعدد ازواج را دال بر این میگیرید که این دین حقی نیست، اسلام دین حقی نیست، قبل از اینکه تعدد ازواج تو اسلام باشه تو یهودیت و مسیحیت هم بوده. براش مثال دادم، گفتم در سفر پیدایش فصل 4 آیه 20 این مطلب اومده. بعد گفتش خب اینا نصب شده. گفتم ببین اگر یک امری بد بوده، نامضمون بوده، صحیح نبوده، درست نبوده، پس در گذشته هم نباید درست بوده باشه. نمیتونی بگی شما مثلا یک امری در گذشته ممدوح بوده الان چیه مذموم شده. اگر تعدد ازواج به ما هو این که اگر کسی 2 تا زن داشته باشه، 3 تا زن داشته باشه، یک عمل مذمومی بوده باشه، در کتب مسیحیت، در تورات، تو انجیل همه اینها بوده. اگر میخوایی ما رو به خاطر اینکه پیغمبر ما چند تا زن داشته اونا مؤاخذه بکنی، اول از همه نگاه بکن به کتاب مسیحیت، نگاه بکن به کتاب انجیل که میگه یعقوب با خدا کشتی گرفت، پای خدا رو زد زمین. گفتم این کجاش با عقل جور در میاد؟ اونم برگشت من گفتش که سلیمان با مورچه حرف زد، مورچه با سلیمان توی قرآن میگه حرف زد. اگه این خرافه است اونم خرافه است. بعد گفتم آقای عزیز اگه میخواید بحث بکنید باید بحث اصول بکنید. شما دینتون اصلا مذهبتون اول از همه داره برمیگرده میگه که تثلیث. بعد بهتون میگم تثلیث معناش چیه؟ خودتونم موندید تو معنای تثلیث. میگید باید ایمان داشته باشه آدم. میگم مگه میشه آدم بدون عقل به یه چیزی ایمان داشته باشه؟ مگه میشه خدا هم یکی باشه هم 3 تا نباشه؟ شما میگید عیسی پسر خداست. من خیلی ببخشید برنامه رو یه خورده من زیاد صحبت کردم. بهش گفتم شما به چه علت میگید عیسی ابن الله پسر خداست؟ گفت چون پدر نداشت. گفتم خب اگه اینجوری باشه حضرت آدم که نه پدر داشت نه مادر داشت. اون که به ابن الله بیشتر شایسته تره تا عیسی که پدر فقط نداشت. بعد باقی آورد. بعد نتونست اصلاح بکنه و شروع کرد نمیدونم دریوری گفتن و نمیدونم شر و بر گفتن. گفتش نگاه کنید مسلمان‌ها دارن همدیگه رو میکشن و فلان بسار، این همه قتل و غارت در عالم اتفاق. گفتم شما برو کتاب تاریخ تمدن ویل دوران و آریل دوران رو بخون. تو جنگ‌های صلیبی قانونش این بوده که مسیحی‌ها به کشورهای مسلمان‌ها حمله می‌کردن، میگفتن یا باید مسیحی بشی یا باید بری بمیری. تشکر آقا محمد گرامی، یعنی واقعا خیلی برنامه جالبه. تشکر از شما. تشکر کنم. فقط اگر یه موقع وقت دارید یه از اساتیدی بیارید که در مورد زرتشتیت صحبت بکنه. الان متاسفانه کثیری از جوانان ما دارن به زرتشتیت اقبال پیدا می‌کنن، در حالی که انحرافات بسیار زیادی در کتب خودشون هست. اگر یه تایم برنامه‌تون هم اختصاص بدید، برنامه‌ای که گذاشتید خیلی برنامه فاخر ارزشمندیه. من دست شما رو دورادور میبوسم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر آقا محمد گرامی. حتما به پیشنهادتان ان شاء الله عمل خواهد شد. ممنون، تشکر از شما. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. شما وصل هستین، بفرمایید خود معرفی بکنید. من کوچکر هستم، از تاجیکستان زنگ میزنم. بفرمایید برادر گرامی. برنامه مسیحیان. بله، برنامه دعوت به مسیحیت. ما در خلال برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح با نشان دادن موارد از قرآن کریم و کتاب مقدس نشان دادن که مسلمان ها مکلف و مأمور و موظف هستند که غیر مسلمان ها را به دین اسلام دعوت بکنن و در مقابل مسیحی ها دستور دادن نشدن و در کتاب خودشان اونها منع شدن که غیر بنی اسرائیل به مسیحیت دعوت بکنن. نظر شما در ارتباط چیست؟ بفرمایید. خب مثل که تماس ما با این بیننده قطع شد، میریم سراغ بیننده بعدی. ما میخوایم که در موضوع صالح کمی موضوع مسیحیت است، میخوایم که گپ بزنم. خب بیننده گرامی میشه خود معرفی بکنین؟ شما وصل هستین البته به برنامه بازسازی اندیشه. محمد از کجا؟ محمد یونس از آلمان. بفرمایید آقای محمد یونس، شما وصل هستین و بفرمایید صحبت کنین. برادر بسیار محترمم، در زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشتند، یک موضوع آمد. آقای محمد یونس شما صدای مرا میشنوین؟ بسیار خوب میذارم، با صدا رو میشنوم. اگر میشه صدای تلویزیونتان ببندین، چون صدای تلویزیون دوباره تکرار میشه. از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشید. باش ما میشنوم. بفرمایید. بله برادر محترم، سلام. آقای محمد یونس صدای شما قطع و وصل میشه. بسیار خوب، سلام چی را پس میکنم. بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. خوب هستین؟ برادر خندم نفس برادر جان، پروگرامتان را همیشه میشنوم از کلمه از سال عقل و واقعا که شخصیت بسیار برازنده و خداوند متعال هیچ چی نداره، گمی نداره. اما در قسمت چی برای شما خدمتتان عرض کنم که زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وجود داشتند، تشریف داشتند، کسانی که یک موضوع پیمان چی در بین قرار گرفت که اگر از مسیحا میاید در دین اسلام ما قبولش میکنیم، اگر اسلام میاید در دین مسیحا شما میتونید که نگاهش کنیم پیش شما. چرا یعنی هدفتان موضوع آقای محمد یونس، هدفتان موضوع صلح حدیبیه است با مشرکین. من در سن قرار دارم که در خانه 90 هستم سنم. انشاءالله که خداوند اما قلب ایمان جانب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و چاریار کبار است و این پروگرام هایی که من میشنوم از ایران و از این طرف که در دین اسلام چقدر اینا رخنه پیدا کردن و چقدر اینا کارهای ناشایسته میکنن، آیا در حضور خداوند متعال اینا چی جوابده هستند؟ همین برادر ما که آقای مکالمه شیرازی در سوره بینه در آخر آیت شریف همه تو واضح آورده پیش ما امیال موجود است که نوشته کرده که خداوند متعال از ما راضی است و ما از خداوند متعال راضی است که اهل تشیع بر اهل تشیع آمده که خداوند میگه که ما از اهل تشیع راضی هستیم که او کارهای خوب میکنن و کارهای خوبشان اون برای ما. تشکر آقای محمد یونس. گرچه ما امیدوار بودیم که شما مستقیما وارد
موضوع مورد بحث ما شوین، اما بازم تشکر میکنم که صدای شما را شنیدیم. انشالله در برنامه بعدی مشارکت داشته باشیم. من خود عیار میسازم که تشکر. خوبتر بهترتر در هر موضوع با شما هست و قلب با شماست. قلب با شماست. تشکر. خداوند اسلام خارج میشه میره در مسیحیت و جانش که چقدر عمر خواد کرد. تشکر. نتیجه آخرش تشکر آقای محمد یونس، براتون عمر دراز و حسن عمل آرزو دارم. تشکر میکنم از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین. میشه خود معرفی بکنین؟ از کجا صحبت میکنین؟ من فرزاد هستم از ایران. بفرمایین آقا. دوست این برنامه مسیحیت و اینا شما نمیشه با اینا بشینیم مناظره کنیم؟ اینطوری که نمیشه. انشالله مناظره هم میشه. اگر شما خودتان مسیحی هستین یا مسیحی را میشناسین میتونه که در برنامه بعدی مشارکت داشته باشه. نه من خودم مسلمان هستم. خب مسلمان که هستین آقای گرامی، مسلمان که هستین، ما از خلال برنامه از خلال قرآن کریم و کتاب مقدس ثابت کردیم که مسلمان ها مأمور هستند که اسلام گسترش بدن و غیر مسلمان ها را به دین اسلام دعوت بکنن و در مقابل مسیحیت از این کار ممنوع شده. نظر شما در ارتباط چی است؟ والا نظر من اینه باید اینو برای اونا اثبات کنیم. خب برای اونا آقای گرامی شما از ابتدای برنامه را دیدین؟ من برنامه تا از ابتدا ندیدم. خب از ابتدا که ندیدین پس تلاش کنین در برنامه های بعدی از ابتدای برنامه ببینین، بعدش انشاءالله وارد بحث شوین. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. حال شما خوبه؟ بیننده گرامی شما وصل هستین، بفرمایید. سلامت آقا، حال شما چطوره؟ لطف پروردگار صدایتان میشه بلند کنین بیننده گرامی، خود معرفی کنین. من غلام رضا از اصفهان. آقای رضا از اصفهان. بفرمایید. ببخشید آیا حضرت عمر؟ خب این را میگذاریم به که بیننده قضاوت کنن. خب بیننده بعدی اگر وصل هستن بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید وصل هستین. سلام علیکم. بیننده بعدی. خب جناب استاد فاتح گرامی برمیگردیم به استودیو، چون از وقت برنامه هم بیش از 5 دقیقه باقی نمانده و در ارتباط به صحبت‌های بیننده‌های عزیز و گرامی اگر شما جناب استاد تعلیقی دارین، چون بیننده اخیری که ما داشتیم البته کاملا خارج موضوع بود صحبتشان، و در ارتباط به برادری که از تهران گفتن برنامه داشته باشیم، در صحبت‌های جالب داشتن آقای محمد از بله جناب استاد، حقیقت امریه که برادر بزرگوار ما اشاراتی کردن به موضوعات شبهاتی که پیرامون اسلام اینها مطرح میکنن. اینها همیشه راه، میگن که یک تعبیری هست، میگن چون قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. اینها وقتی که راه را به سوی خود بند ببینن باز حمله میکنن به اسلام. برادر ما در مورد تعدد زوجات صحبت کردن. تعدد زوجات همچنان که ایشان گفتن در کتاب پیدایش در باب 4 آیه 19 همان چیزی که ایشان اشاره کردن در مورد دوزن دقیق هست. و من چند موضوع دیگر، چند نکته دیگر را هم به ایشان اشاره میکنم که اگر دوباره با کسی صحبتی داشتن میتونن که این نکات یادداشت بکنن. باز هم در کتاب مقدس در بخش خروج اینجا در باب 21 باب 21 میایه در مورد دوزن صحبت میکنه که اگر کسی میتونه یعنی دوزن بگیره، راحت اینجا نوشته هست که حالا متاسفانه نمیشه، وقت نیست که باز هم نشه که بگن که منسوخ شده. نه منسوخ یعنی جناب استاد هر منسوخی ناسخی داره، کجاست ناسخش را نشان بدن که ما هم قبول کنیم منسوخ شده. این خروج باب 21
تقریبا از آیت 7 تا به آیت 10 و 11 پیرامون همین موضوع صحبت میکنه. باز هم در تثنیه جناب استاد، در تثنیه باب 21 آیت 15 میگه اگر مرد دو همسر داشته باشد و از هر دو صاحب پسر شود و الی آخر، پیرامون دو زن صحبت میکنه. جالبتر از اینه که جناب استاد در اول پادشاهان یا اول ملوک که به زبان عربی ملوک میگن یا اول پادشاهان که در اینجا پیش من هست صفحه 344 اول پادشاهان 11 باب 11 جناب استاد چیز جالبی میگه سلیمان 700 زن و 300 کنیز برای خود گرفت. این دیگه در مورد دلالت به چی میکنه؟ در مورد تعدد زوجات 300 زن و 700 زن و 300 کنیز گرفت سلیمان. این در کتاب مقدس آمده، در قرآن کریم هم نیست و در قرآن کریم شرایطی داره از خود تعدد زوجات که اینها را من به عنوان نمونه جناب استاد اشاره کردم در مورد تعدد زوجات که برادر ما یک نکته را از خروج از کتاب خروج نقل کردن که بنده هم 3 مورد دیگر را همچنان از کتاب مقدس برایشان نقل کردم و پیدا در این مورد زیاد هست. مثلا یعقوب علیه السلام را وقتی که ببینیم که چند تا زن داشت و اینها حقیقتا ما گفتیم که اینها برخی از اینها از دین خود آگاه نیستند. یعنی جناب استاد میگن وقتی خانه تو از شیشه هست سنگ به طرف خانه مردم پرتاب نکن. این را خوبه که بفهمن، خیلی مهمه. تشکر میکنم استاد فاتح گرامی. همچنان ما تذکر میتونم با آقای محمدی که از تهران زنگ زدن که ما البته در برنامه بازسازی اندیشه پیرامون موضوع شبهات پیرامون زن صحبت‌های در ارتباط به تعدد زوجات صحبت‌های مفصلی داشتیم. امیدوار هستیم که چه آقا محمد از تهران چه بیننده‌های دیگری که در این ارتباط اگر شبهه در ذهنشان خطور میکنه بر بگردن به یوتیوب و زیر عنوان شبهات پیرامون زن صحبت‌های مفصل در ارتباط به تعدد زوجات در اسلام صورت گرفته و ببینن و مستفید شوند. البته وقتی برنامه ما در همین دقایق به پایان رسید و موضوع دعوت به مسیحیت یا نصرانیت همچنان ادامه خواهد شد و در برنامه‌های آینده این موضوع را دنبال خواهیم کرد. جناب استاد فاتح گرامی، در پایان برنامه از شما که تا لحظه خدمت ما بیننده های عزیز و گرامی بودین جان سپاس و امتنان دارم و همچنین از تک تک شما بیننده های عزیز و گرامی که تا لحظه با ما بودین ممنون هستم و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه یکتای به همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر. Hey